السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک مخلص شما هستم. عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کرده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره وی تماشا کن، رو وی ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعدا چیکار کن؟ وی نکاح کرده بگیر. لیکن اجازت نمیدهد اسلام که تو با او دستی به دست کرده و ماها و سالها با او یک جایه بگردی و آخر آمده بعد نکاح کرده گیری. این حرام است در اسلام، اجازت نیست. شما وقتی یک دست یک دختر را می قپین، من به همه شما یک سخن را می رسانم، فقط خواهر خودتان پیش چشم بیارید. فقط خواهر خودتان. وقتی تو دست یک خواهر برادر می قپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دست او راحت نمی بردی. او دلی تو خیلی دلی غجد است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است. او را من میبینم، من میفهمم. تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد، خودت را چه تصور میکنی؟ مادام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان تم نخواه. یک برادر تم بیچاره را در غم اندوه نافتان، تا که فردا یک رفیقش میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم. خیلی آدم غمگین میشود، ناراحت میشود. از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید، اسلام این حرام میگوید. تلفنی، زیرا صدای زن خودش ریاکسیا دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سفارش داد: یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر: ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نرخ قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد، روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز، مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان به واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا.